وقتتون بخیر. با یک برنامه دیگه از فانوس همراه شما هستیم. من ارشک همراه با 3 تن از دوستانم اینجا هستیم تا امروز درباره نظریه‌های توطئه صحبت کنیم یا همون conspiracy theories. حتما شما تا حالا چند تا یا حداقل یه دونه از این نظریه‌های توطئه رو شنیدین و حتی شاید بهش باور دارید. مثل اینکه مثلا یه گروه نخبه مخفی موقوفی هستن که کل دنیا رو کنترل میکنن، و یا مثلا اینکه ویروس کرونا برای کنترل رشد جمعیت ساخته شده توی لب، توی آزمایشگاه و پخش شده، یا اینکه انسان پاشه گذاشت روی کره ماه. اینا همه ساختگیه و توی حیات خونه ما ضبط شده بوده و این چیزها رو هستن، خیلی هم بهش قبولش دارن. این نظریه ها، چیزی که میخوام دربارشون صحبت کنیم امروز اینه که تا چه حد معتبر هستن، چرا اینقدر محبوب هستن و ما در مواجهه با این نظریه ها که پر هستن همه جا توی اینترنت، توی اینستاگرام، هر جا باز میکنیم حداقل چند تا بهش برمیخوریم. چه کار باید بکنیم که ما که مثلا وقت نداریم بتونیم کاملا زیاد تحقیق کنیم، که واقعا یکی از اصول اصلی این قضیه است که بخوای چیزی باور کنی، چطوری میتونیم از صحت و درست بودن این نظریه ها مطمئن بشیم؟ این چیزی که امروز با 3 تا از دوستانم، امین قضایی و مدیس، امین قضایی عزیزم، مدیس و نولان عزیز، میخوایم امروز درباره‌اش صحبت کنیم. امین قضایی نویسنده و دانش آموخته جامعه شناسی، مدیس توکلی روان درمانگر و فعال هوپشه، و نولان عزیزمون هم که دیگه ادمین صفحه ایران اِوولوشن. بچه‌ها میخوام بگم این نظریه توطئه رو تا چه حد میتونیم صحیح بدونیم، تا چه حد میتونیم قبول داشته باشیم یا محتمل، اصلا نظر شخصی خودتون هم. و اصلا نظریه‌ای هست، چیزی هست که شما مثلا قبولش داشته باشید، نظریه تئوریسی که نظریه تئوری خونده میشه و شما قبولش داشته باشید. همین میخوای شروع کنی؟ بله. خب اول درود میفرستم به همه بینندگان عزیز. ببین، عقل حکم میکنه که ما هر نظریه‌ای رو بر اساس گزارهای اون نظریه قضاوت کنیم. یعنی یه نظریه تشکیل شده از مجموعی از گزاره‌ها که نباید با هم در تناقض باشه و باید از هم استنتاج شده باشه و مبتنی بر فکت‌ها و مدارک قوی باشه، محکم باشه، فکت‌ها درست باشن. بنابراین هر نظریه‌ای بنا به گزاره‌های اون نظریه، ادعای اون نظریه باید قضاوت بشه. ما نمیتونیم مثلا یه نظریه رو تحت عنوان یا برچسب به نظریه توطئه رد کنیم، چون مثلا در این نظریه در واقع توطئه‌ای از این توطئه‌ای صحبت میکنه یا یک حادثه‌ای رو محصول یک توطئه میدونه، ما بگیم چون این نظریه توطئه است پس مثل بقیه نظریه‌های توطئه که مثلا خیلی از نظریات توطئه چرند هستن مثل بقیه رد میشه، اون رو رد کنیم. این در واقع به نفع اصحاب قدرت و رسانه و ثروته، چون اونا خیلی علاقه دارن که از این اصطلاح یا برچسب نظریه توطئه استفاده کنن و خیلی از روایت‌های مخالف یا آلترناتیو و اینا رو رد کنن و برای دیدگاه انتقادی از مردم بگیرن. کسی هم جرئت نداشته باشه که روایت جریان اصلی، روایتی که اونها از ماجراها میگن رو به چالش بکشه، چون تحت عنوان نظریه توطئه رد میشه و تمسخر میشه. بنابراین نظریه توطئه یه بلنک ترم اصطلاحا، یعنی یه اصطلاحی که ممکن خیلی چیزا رو بپوشونه. بنابراین وقتی از من سوال کنید که آیا اینا رو قبول داری یا نداری، من میگم که برخی از این نظریه‌ها در واقع درست هستن، صحیح هستن، برخیشون محتملن، صرفا یه احتمالی رو مطرح میکنه و نمیدونیم، برخیشون هم بسیار چرند هستن، مضحک و سخیف هستن. خب و اینها رو ما نمیتونیم توی یک کاتگوری، توی یک مقوله به عنوان نظریه توطئه بگنجونیم و بعد دربارش قضاوت کنیم. هر کدوم رو جداگانه. و مثال که بخوام بزنم به این ترتیب، مثلا همین اتفاقی که چند سال پیش افتاد در مورد شیوع بیماری کووید 19 در واقع بیماری کرونا، انواع اقسام نظریه‌های توطئه در واقع رواج پیدا کرد. و خیلی از این نظریه توطئه چرند هستن، مثل اینکه مثلا 5G وجود داره یا اصلا باعث این مریضی شده یا باعث سطح ایمنی بدن انسان‌ها رو پایین آورده، مردم مریض میشن، یا مثلا اینکه میخوان از طریق واکسن‌ها به مردم میکروچیپ تزریق کنن که مردم رو کنترل کنن، و یا مثلا اصلا واکسن‌ها کشنده هستن یا چیزهای مانند اینها در واقع همه سخیف هستن. ولی یک نظریه دیگه هم بود که مثلا خاستگاه خودم اشاره کردید، خاستگاه آزمایشگاهی کرونا که در
یک در شهر ووهان یا آزمایشگاه در شهر ووهان با بایو سیفتی سطح 4 در واقع ایجاد شده، اونجا نشت پیدا کرده. این در واقع نظریه درست از آب در اومده، نظریه قوی تری از اینکه تو مثلا بازار حیوانات وحشی ویروس کرونا از اونجا نشأت گرفته. بنابراین این نظریه ابتدا به عنوان توطئه رد میشد، ولی این نظریه لبلیک تئوری خاص که آزمایشگاه کرونا در واقع الان محتمل‌تر یا قوی‌تر هست. تقریبا ثابت شده است که چین در واقع در آزمایشگاه خودش این ویروس رو نشت کرده، حالا عامدانه سهمن یا عمدن منتشر شده. بنابراین ما نمیتونیم همچین نظریه جدی و قوی رو کنگره بحث کرده، کنگره آمریکا درش بحث کرده، تحقیقات انجام شده، بیایم بذاریم کنار نظریه مثلا میکروچیپ ها که مثلا فرضاً در نظریه میکروچیپ ها در مورد واکسن بذاریم، یا بذاریم کنار مثلا نظریه 5G، یعنی که مثلا بذاریم کنار این که بگیم کرونا صرفا یه دونه سرماخوردگی عادی بود که الکی هایپش کردن. بنابراین ما اینها رو توی یک کاتگوری خلاصه نمیتونیم قرار بدیم و هر نظریه باید جداگانه بررسی کنیم و این بسیار مهمه. مرسی. آره درسته، مرسی. یه سری چیزا رو باید چک کنید، یه سری فاکتور رو باید چک بشه که مطمئن بشی درسته یا نه. همینجوری خب نمیشه. ولی یه موقعی هستش که این قضیه یکم من خواستم اینو بگم قبل اینکه سراغ نفر بعدی، یه موقعی احساسات درگیر میشه. خب یه نمونه مثال هم دارم. مثلا الان یعنی طرف درستم بگه چون احساسی برخورد می‌کنیم، یه موقعی نمیدونیم اما بعضی وقتا ناخودآگاه. مثلا این قضیه این جمهوری رژیم کثیف جمهوری اسلامی که مثلا یه چیزایی میگه دیگه، یه چیز درستی هم بگه انقدر دروغ گفته، انقدر چیز کرده دیگه هیچ چیزی باور نمیکنه. یعنی اگه یکی بیاد یه کانسپیرسی تئوری بگه در مورد یه چیز، میگه آره اوکی قبول دارم، چی میخواید روز اضافه بشه، یعنی انقدر گند زده و ازش بدت میاد قبول میکنه. یه نمونهشو بگم جالب بود. یه مرده بود همین که میگه جدی میفرمایید یارو این بسیجی سپاهیه چه هر چی از توی تلویزیون مد شده بود، میمش هم مد شده. این یه مثالی زد سر اون قضیه خیلی معروف شده. استادیوم توی آلمان یه استادیومی هست که 5 کیلومتر پایپ زدن، لوله زدن برای آبجو برسه به استادیوم فوتبال. خیلی‌ها مسخرهش کردن، رسانه‌های ایرانی خارج هم همینجوری سریع زدن که این یارو دیوونه است، ولی واقعیت این هم چیزی وجود داره. خب حتی این دلیل نمیشه که آره آدم درستی یا بقیه حرفاش درسته. میدونید چی میگم؟ بعد این چیزا رو مواظب باشید، خوب تحقیق کنید، خیلی باید تحقیق کنید. مریس میشه اگه دوست داری چیزی بگید؟ درود به همگی، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که دوباره میبینمتون. صحبت‌های منم در ادامه و کاملا همراه و همسو با صحبت‌های امینه. به نظر من هم هیچ وقت نمیتونیم در رابطه با یک مسئله تا وقتی که به صورت قانون حداقل در نیومده، که اون هم البته باز شرایط نقض خودش رو هم باز حتی اگر قانونم بشه داره، چون نمیتونیم به طور کلی بگیم که من کلا این تئوری رو رد میکنم یا کلا میپذیرمش. دقیقاً توی همون 3 تا کاتگوری یک سری از نظریه‌های توطئه واقعاً چرت و مزخرفن، مثل قضیه‌ای که میگن که تمام عکسایی که از رفتن به ماه گرفته شده همه توی استودیو گرفته شده. خب این اصلا قضیه کاملا رد شده است، کاملا مزخرفه این قضیه. ولی دقیقاً همون مثال کووید رو می‌خواستم بزنم که منبع آزمایشگاهی داشته، دقیقاً یک موضوعیه که تقریبا میتونیم بگیم احتمال نزدیک به تایید رو گرفته و جزء نظریه‌هایی که این اتفاق میفته. ولی یه چیزی رو میخوام بگم. اصلا بحث اینه که دقیقا در ادامه به مثالی هم که خودت زدی، اتفاقی که توی نظریه‌های توطئه میفته به طور کلی اینه که چون یه واید رنجی از همه چی رو میگن، بالاخره این وسط 2 تاش درست از آب در میاد، 4 تاش غلط در میاد. چون میخوان یه چارچوب، یه تئوریتیکال فریمورک، یه چارچوب نظری براش بسازن، پس میگن شما اگر به این اعتقاد داری باید به همش هم اعتقاد داشته باشی. به عنوان یک پکیج ایدئولوژی، یک ایسم معرفیش میکنن، در حالی که باید تلاش بکنیم که این کلی نگری رو، این قطبی دیدن رو بشکنیم. یعنی بگیم آقا نه، قرار نیست ما همه، قرار نیست. مثلا خیلی وقتا بچه‌ها به من میگن اوه تو چطور مثلا مخالف نظریه توطئه‌ای، بعد مثلا در مورد کووید اون موقع مثلا نظرت اینه که ریشش آزمایشگاهیه. خب اینم جزء اون است دیگه. نه، باید یاد بگیریم تفکیک بکنیم، قسمت قسمت نگاهش بکنیم. حالا بعدا در ادامه در مورد اینی که چجوری مکانیسم عمل کرده نظریه های توطئه چی هست و چجوری ذهن افراد رو منیپولیت میکنه و باعث تاثیرگذاری بیشتر میشه حرف میزنم. آره میرسیم به اون حتما. قبل اینکه بریم سراغ نالا، میشه نگفتی یه نظریه این نظریه توطئه‌ای هست به غیر از کووید حالا که قبول داشته باشید شخصا؟ یه دونه
داستانی بود که خیلی سال پیش شنیدمش، الان شاید دقیقا یادم نیست، احساس میکنم نیاز دارم که سرچش بکنم دوباره، که روی یک سری از مردان سیاه پوست یه سری آزمایش‌ها رو انجام دادن. فکر می‌کنم بیماری سفلیس بود اگر اشتباه نکرده باشم، و بعد عامدانه اجازه دادن که این بیماری توی اینها رشد بکنه و بیماری واقعا از این بردشون این آدم‌ها رو. این هم یکی از نظریه‌هایی بود که واقعا درست بود، یعنی بعدش این اتفاق افتاد و مسلماً مثال تایید شده در موردش هم هست، اینجوری نیست که وجود نداشته باشه. مثلا مثل قضیه 11 سپتامبری که مثلا میگن خود امریکا هم در اون حادثه وحشتناک دست داشته، یا نظریه‌ای که در مورد دخالت پوتین توی بقیه موارد گفته میشه، خب خیلیش تایید شده است. مثلا همین جمهوری اسلامی یا اینکه حکومت قبلی اتفاقایی که افتاده بود مثلا میان ربطش میدن، حادثه بیمارستان، حادثه سینما رکس، حادثه پلاسکو، سانچی، همه اینها مواردی هست که فکر میکنم کمی زمان نیاز داره تا تاییدش برامون خیلی واضح و مشخص بشه. چه مثالای خوبی زدی و کلی مثال زدیدم، واقعا مرسی. من گفتم یه دونه هم بگه خوب، ولی کلی گفت. مثلا همون هواپیمای اوکراین اگه دولت کانادا دخالت جز نظریه توطئه باقی میمونه که موشک سپاه در واقع هواپیما رو زده، میتونه باقی بمونه و به همین عنوان هم رد بشه و خیلی داشتن این کارو میکردن، داشتن مسخره میکردن که شما توطئه درست میکنید، اپوزیسیون داره توطئه، قضیه توطئه رواج میده. من انقدر تو فکر چیز بودم و اصلا این چیزایی که مدیس گفته بهش فکر نکردم، داره میگه راست میگه، چقدر لیست هست همینجوری میره این لیست، همینجوری ادامه داره. نوران عزیزم دوست داریم صدای تو رو بشنویم، اگه بگی و چند تا مثال هم بزن از چیزایی که خود مثل بقیه بچه‌ها، بغیر از اینایی که اگه جدید بگی بهتر، اگر هموناست هیچ اشکالی نداره. درود، وقتتون بخیر. من این بحث رو میخوام با تفکیک دو گروه از این نظریات شروع بکنم. ببین، یک گروه اول یه نظریه هایی هستن، یه نظریات توطئه‌ای هستن که اینها به صورت کارتونی اینجوری جلوه میدن که کل جهان، کل اصلا افراد قدرتمند، کل مثلا چیزهای بزرگ، اینها با هم دیگه متحد شدن و دارن یه حقیقتی رو از توی مخاطب پنهان میکنن و اون گوینده هست که فقط داره اینو به تو میگه. مثلا چه میدونم، توی کل تاریخ تمام حکومت ها، تمام دولت مردا، تمام افراد ثروتمند، اینها میدونستن زمین گرد نیست، میدونن زمین تخته، ولی میان از تو اینو پنهان میکنن چون مثلا تو خیلی مهمی و اینها میخوان تو اینو نفهمی. که میشه یک نظریه توطئه که به این صورتیه که انگار همه جهان توطئه کردن علیه تو. اما یه سری دیگه هستن که به عنوان نظریه توطئه برچسب میخورن، اما در بهتر اینجوری بهشون نگاه نکنیم که اینها لزوما باطلن. چه چیزهایی؟ اینها شامل مواردی میشن که یک بازیکن، یک فرد، یک سازمان یا یک گروهی، به هر حال یک گروهی که با هم دیگه آشکارا متحدن، اینها مثلا یک خطایی کردند و دارن اون رو لاپوشونی میکنن، یا اینها یه برنامه‌ای دارن، یه منافعی دارن که برای اون منافع یه برنامه چیدن. برای مثال، خیلی مثالی که بزنم که واقعی هم باشه که خودم هم بهش باور دارم، مثلا فکت چک شده و معتبره، اینه که دولت ایالات متحده آمریکا در یک زمانی عمدی مشروبات الکلی مردم رو مسموم کرده. این یک نظریه توطئه بوده ولی بعداً ثابت شده که درست بوده. ما این رو می‌دونیم که توی یک دورانی هم اینها اومدن و مشروبات الکلی رو ممنوع کردن. کلاً ایالات متحده در دورانی با مشروب الکلی مشکل داشته و حالا این یک کار رو هم انجام داده در واقعیت. حالا وقتی که این همچین برنامه‌ای رو انجام داده، ما خیلی طبیعیه که فرض کنیم و اینو در نظر بگیریم که خب دولت ایالات متحده مخفی کرده که آقا جان ای مردم، ما اومدیم مشروبات الکلی شما رو مسموم کردیم. اینو که نمیاد جار بزنه که وقتی همچین کار اشتباهی کرده به هر دلیلی، اینو نمیاد جار بزنه، سعی میکنه اینو مخفی کنه. پس زمانی که هنوز این تایید نشده، اگر یک کسی اومد گفت که آقا ایالات متحده این کارو کرده، دولت ایالات متحده این کارو کرده، ولی گردن نمیگیره ولی اینو مخفی میکنه، ما نباید بگیم آو تو نظریه توطئه داری، تو حرفت غلطه، تو توهمی هست. نه آقا جان، خیلی با هر جور در میاد که یک کسی، یه سازمانی، یه بازیکنی یه کاری کرده و اونو مخفی میکنن. ما باید فرض بکنیم که مثلا یه متخصص یا یک سازمان یا یک دولت اگه اشتباهی بکنه همیشه میگه بعد ما اشتباه کردیم. نه، این تا جایی که بتونه سعی میکنه اون رو مخفی کنه، تا جایی که بتونه سعی میکنه اون رو بندازه گردن دیگران و
فقط وقتی حقیقت رو میگه که مجبور بشه. پس بین این دو نوع نظریه توطئه که اولیش میاد همه جهان رو متحد علیه مردم نشون میده، همه جهان رو متحد علیه مخاطب نشون میده، و گروه دوم که یک بازیکن یا یک مجموعه از بازیکن‌ها یه اشتباهی کردن یا یه منافعی دارن که برای اون یه برنامه ریختن، دسته اول کاملا اصلا توهمی و هذیانیه، ولی دسته دوم میتواند درست باشد بنا به شواهدی که به ما میتونه برسه. مرسی، ممنون. نولان عزیز مرسی از جوابت و صحبتی که کردی، خیلی عالی بود، خیلی 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 ممنون. و اینکه حالا بیشتر بهش میپردازیم به همه دیتیل این قضیه، به تمام جوانب. یه سوال دوم هست از خود نولان، میخوام شروع کنیم این بار. محبوبیت نظریه توطئه از کجا میاد؟ چرا مردم انقدر دوست دارن اصلا بشنون؟ یعنی اتفاقی میفته اصلا بعضیا منتظرن که ببینن، سرچ میکنن ببینن چند تا نظریه چی میگه و اعتدال سایدشون انتخاب کنن خیلی سریع. خیلی علاقه‌مندم. این نظریه به نظر تو دلیلش چیه؟ دلیلش خب خیلی ها میدونیم، نظریه دلیلش اینه که خب ما خیلی مردم کمتر و کمتر به رسانه‌های اصلی اعتماد دارن، اینو خیلی ها میگن. تو نظرت چیه؟ کلا چه دلایلی هست؟ چرا اینطوری شده؟ چرا اینطوریه که مردم این چیزا رو بیشتر باور میکنن تا رسانه‌های اصلی؟ برای پاسخ به این سوال من روی یک جنبه‌ای از ماجرا دست میذارم که خیلی شاید شنیده نشده باشه، در عین حالی که موافقم با توضیحاتی که وجود داره. عدم اعتماد به رسانه‌های جریان اصلی و موارد دیگه من باشون موافقم، اما به صورت کلی مغز بسیاری از ما انسان‌ها با دو چیز خیلی مشکل داره. با مورد اول، درک رویدادهای تصادفی. مغز انسان خیلی دوست داره که پشت رویدادهای تصادفی یه الگویی ببینه، یک طرحی ببینه، یک برنامه‌ای ببینه، یک نظمی ببینه، و این عملا خیلی جاها گریبان ما رو میگیره. مثال‌های ساده‌اش که خیلی واضحه دیگه، مثلا ریورس آهنگ ها رو، یه ریورسی که هیچ معنایی نداره، توی پژوهش ها، توی بررسی ها، وقتی که به افراد یه الگویی از قبل بهشون بدی، اینها مغزشون سعی میکنه اون الگو رو توی اون ریورس بشنوه. مثلا به یارو میگی ببین توی این ریورسته مثلا یارو داره میگه فلان، وقتی که شخص اون ذهنیت رو از قبل میگیره که پشت این صدای تصادفی یه الگویی رو بشنوه، مغزش واقعا اون رو میسازه. و اینجوریه که شما یک آهنگ ریورس شده داری و وقتی به آدم ها مثلا 10 تا چیز مختلف میگی، به هر کسی یه جمله‌ای بگی و همه اونها واقعا رو میشنون. و حتی خود یک فرد اگه 10 بار بهش بگی که آقا پشت به این ریورس این آهنگ، مثلا یه بار بهش بگی که این جمله رو میگه گوش بده، واقعا رو میشنوه. دفعه دوم یه چیز دیگه بگی و اون الگو رو قبول کنه، باز اون رو میشنوه. این یه چیزیه که بررسی شده، خودتون هم میتونید تست کنید، مثالاش هستن اگه سرچ بکنید داخل اینترنت. و مغز ما خیلی دوست داره که یه چیزی رو بگیره، یه الگویی رو برای خودش تصور کنه و اون پدیده‌های تصادفی رو مطابق اون برای خودش معنا کنه، برای خودش بازسازی کنه. و به خاطر همین این تئوری توطئه هم میتوانن این میل درونی ما رو ارضا کنن که شما یک الگویی از پیش میگیری، یه ذهنیتی رو کسب میکنی و همه چی رو با اون تفسیر میکنی، یه رویدادهای تصادفی که شاید درک نشه رو با اون تصور میکنی، با اون برای خودت الگو سازی میکنی که بله به خاطر اون بود که اینجوری شد و اینا اینجوریه، اینا تصادفی نیست، اینا همشون مثلا فلانه. و این خیلی برای ما جذاب میتونه باشه. یه مورد دیگه هم که مغز ما باش مشکل داره، مغز ما با پیچیدگی مشکل داره. مغز ما پیچیدگی رو سعی میکنه که پس بزنه، در عین حال که پیچیدگی رو پس میزنه عاشق رمز و رازه. و اینجا مشکلی که وجود داره اینه که ما توی دوران مدرن با علم اومده ایم پیچیدگی رو توی توضیحاتمون زیاد کردیم و این برای ما جواب داره میده، چون با پیچیدگی، با درک پیچیدگی که واقعیت رو میفهمیم. اما مردم اون پیچیدگی رو پس میزنن، اون توضیحات علمی رو پس میزنن تو ذهنشون و عاشق اینن که مسائل رو هم ساده کنن و هم رازآلود کنن. و این هم باعث میشه که انسان‌ها به این نظریه توطئه خیلی علاقه‌مند باشن. یه نکته دیگه هم که میخوام اضافه کنم اینه که این نظریه توطئه یه توهم دانایی به فرد میده و فرد اینجوریه که واو، حالا من یه چیزی میدونم که همه نمیدونن، حالا من یه چیزی میدونم که افراد خیلی کمی ازش مطلعن، و این بهشون حس خیلی خفنی میده که با
صرف کمترین زمان بیشترین چیزها رو دونستن، الان از پشت پرده ها خبر دارن، الان از یه چیزایی میدونن که این کمتر کسی در جهان میدونه و این خب خیلی باحاله. شما یه سرمایه‌گذاری خیلی باحالیه برای مغز دیگه، شما کمترین زمان رو صرف میکنی و یه چیزهای خفنی میدونی که آدما نمیدونن، در حالی که توی علم دقیقاً برعکسه، توی بررسی عقلانی دقیقاً برعکسه، شما باید بیشترین زمان رو صرف کنی و در واقع تهش میبینی که خیلی کم اطلاعات داری، کمش میبینی که خیلی کم فهمیدی، که مثلا به قول مثلا معروف چه میدونم هر چی بیشتر میخونی میبینی که کمتر میدونی و این خب باعث میشه که آدم‌ها از این علم و از این مثلا روش‌های عقلانی فاصله بگیرن، برن سر وقت چی همین نظریه توطئه‌ای که خیلی باحاله، خیلی خفنه. شما یه جعبه خرگوش داری که خیلی سریع باز میشه و از داخل اون خیلی چیزهای خفنی بیرون میاد، چیه که بعدش بیاد. مرسی، خیلی خوب. حالا دوباره باز برمیگردیم. من خیلی بعد سوالای زیادی ازت بپرسم اگه میشه. مهدیس عزیز، میتونی مهدیس جان تو هم جواب نظرتون در مورد این سوال بگی؟ ببخشید من سرما خوردم صدام گرفته و امیدوارم که زودتر حالت خوب بشه. ببین در مورد اینی که چرا مردم نظریه‌های توطئه رو دوست دارن و باهاش ارتباط میگیرن، از لحاظ روانشناختی اتفاق شناختی توی افراد میفته که مردم بهش باورمند میشن. حالا الان توضیحش میدم. ببین یه نکته که در مورد نظریات توطئه هست اینه که نظریات توطئه مسیر داره. یک تعدادی سغرای کوچک رو میشینه بغل هم دیگه که خیلی از اینها هم فکتاییه که شما دارین میبینیش در مورد اون مسئله خاص، بعد به یک نتیجه گیری کلی میرسه. خب تا اینجاش که همه چیش میک سنس میکنه، حداقل در ظاهر، مثل دو تا سغرای کوچیک چیدن بغل همدیگه و کبرای غلط رسیدن. الان مثال میزنم که یکی از مثالهای خیلی معروف فلسفه. مثلا این مثال خیلی معروفی که داریم همیشه اینجوریه که شیر برای اسهال بد است، ماست، این یه سغرا، ماست از شیر درست شده است، این یه سغرا، و کبراش در نهایت میگه پس ماست برای اسهال بد است، در حالی که اصلا اینجوری نیست. در حالی که ماست درسته از شیر درست شده ولی یک ماهیت متفاوتی داره و اتفاقا برای اسهال خیلی هم خوبه. این یکی از اون مثال است که چند تا سغرای درست رو میشینن بغل همدیگه و در نهایت به یک کبرای غلط میرسن. این اتفاقی که توی نظریه توطئه میفته، ولی دیگه مردم اون کبرای غلط رو نگاه نمیکنن، مردم اون سغراها رو نگاه میکنن. نکته بعدی که هست توی نظریه توطئه همیشه به افراد اینجوری القا میشه که یک نیروی گروه، یک مافیا هستن که میخوان به ما آسیب بزنن، اینا خیلی پیچیدن، خیلی قدرتمندن، همه چی دارن. تمام اینها کنار هم دیگه با غریزه ما از اینه که همیشه میدونیم ممکنه در مواجهه با یک خطر قرار بگیریم که منبعش برای ما ناآشناست، چون همخونی داره، چون مجاورت داره با این باور ذهنی، چون همبستگی داره با این باور ذهنی، پس قاعدتا پذیرفته میشه و مردم هیچ مشکلی باش ندارن. نکته بعدی و مهمترین نکته‌ای که مردم به واسطش با نظریه‌های توطئه ارتباط خیلی زیادی میگیرن اینه که نظریه‌های توطئه میاد به واسطه این ارتباطاتی که میچینه توی مراحل مختلف، توی دفعات مختلف برای افراد، یه فالس مموری ایجاد میکنه، حافظه کاذب برای شما ایجاد میکنه. این حافظه کاذبی که ایجاد کرده با هر مسئله‌ای میتونه تریگر بشه. یعنی مثلا یه بار کووید، یه بار فلان حادثه، یه بار بهمان حادثه، بالاخره حادثه 4 که اتفاق میفته چون سریای قبلی برای شما مموری، فالس مموری برای شما ایجاد کرده، همخونی برای شما ایجاد کرده، مجاورت، چسبوندتش به هم دیگه، به شما القا کرده یک نگرشی رو. دیگه دفعه 4 که میشه شما برمیگردیم که راست میگی، آره حتما یه چیزی پشتش هست که من نمیدونم، آره دیگه نمیشه انقدر این اتفاق بیفته. این اون پروسه شناختی هست که توی فرآیند شناختی که نظریه های توطئه برای افراد میسازن اتفاق میفته و محبوب میشن. و اینکه همیشه این در حاله از ابهام بودن و عجیب بودن اینها، این ناتوانی که من شهروند نمیتونم مافیا رو تشخیص بدم، مافیا قدرتمنده، همه اینها کنار همدیگه به علاوه تجربیات مشترکی که داریم و نظریه توطئه بعدی که میاد
از اونها به عنوان پشتوانه نظریه خودش استفاده میکنه، باعث میشه که نظریه‌های توطئه خیلی راحت برای مردم قابل پذیرش بشن. و اون نکته خیلی مهمی که خودت عنوان کردی، باور نداشتن به آژانس‌های خبری رسمی، یا اینی که همیشه مردم این اعتقاد رو دارن که درست هم هست که دولت‌ها سرشون رو کلاه میذارن و دولت‌ها فقط نفع خودشون رو میبینن، همه اینا کنار هم دیگه این پروسه رو میسازن. مرسی. آره خیلی عالی. چیزی که می‌خواستم بگم این خیلی خوب بود و یه دوست دارم یه قبلی که بریم پیش امین یه چیزی بگم. یه ویدیو یه جا دیدم، فکر می‌کنم خیلی وقت پیش بودش ولی خیلی باحال بود. توی بخشی از یه صحبتایی بود داشت میگفت چقدر راحت میشه مثلا ذهن، همین حرفش رو چقدر راحت میشه ذهن آدم‌ها رو تاثیر گذاشت. مثلا گفت دوستم رفت در خونه‌شو بس، من پایین بودم اومد پیشم، بهش گفتم درو قفل نکردی؟ گفت نکردم. گفتم قفل نکردی، من مطمئنم دیدم از اینجا. میگه شک کرد، همونجا گفت اون تخم چیزش شک و کاشتم. و کاری کردم که رفت بعد 2-3 بار اصلا کاری که خودش انجام داده و میدونه مطمئن داره شک کرد، رفت چک کرد. خیلی جالب چطور میتونن با و میشه فکر کرد چقدر ترسناک این سلاح و چه کارهایی باش میتونن این سیاستمدارا بکنن. یه قبل اینکه باز بریم سراغ امین میخوام یه آماری رو بخونم اگه اوکیه و بعد نظرت رو بپرسیم اگه اوکی است. بچه‌ها آماری در آوردن 29% مردم کشور آمریکا باور دارن که مأموریت آپولو 11 با شکست مواجه شده و تصاویر پا گذاشتن کمی که صحبت کردیم 29% اینو باور دارن، اینکه این صحنه‌ها فقط توی حیاط خونه ما ضبط شده. و 15% هم باور دارن که ایلومیناتی‌ها هستن که آمریکا یه فرقه مخفی قدیمی، اونا با توطئه و توانی دارن طبق نقشه خودشون دنیا رو کنترل میکنن، پیش میبرن. و تغییر دیگه هم میگه که کانسپیرسی تئوری یا همین نظریه توطئه حدود 50% از شهروندان آمریکایی به یک یا چند نظریه توطئه معتقد هستن. همین جا صحبت تو بیشتر. بله، نظریه توطئه اکثرشون خصوصا اونایی که در واقع متاسفانه سخیفتر هستن محبوبتر هم هستن. اگه نظریه‌ای که هم گفتم بعضی نظریه جدی هستن ولی اون نظریه‌ای که سخیف هستن مضحک به نظر میرسن در نظر بگیریم، دلیل محبوبیت اینا خیلی ساده است. حالا میشه گفت که یک مهمترین دلایل زیادی هست ولی مهمترین دلیلش که واقعیت کسل کننده است. یعنی شما علم هم حتی کسل کننده است. شما بخواید یه ژورنال علمی به این مقالاتش رو بخونید واقعا سرتون سر میره، خصوصا که حالا تخصص نداشته باشید استراتژی سر در نیارید. ولی ما دوست داریم، یعنی مردم عامی یا ماها دوست داریم که جهانمون رازآمیز اسرارآمیز باشه. حالا عام و خاص هم نداره، کلا دوست داریم که اسرارآمیز باشه جهانمون پر از چیزهای عجیب و غریب باشه که کشفش کنیم. یعنی دوست داریم دانشمندان مثل ایندیانا جونز باشن که برن مثلا با رمزگشایی از 4 تا یک متن قدیمی مثلا یک گنج بزرگی رو یک جایی از مخفی کشف کنن. دوست داریم که مثلا ژورنالیستامون برن مثلا سر از کارهای مخفی حکومت در بیارن و با یک مقاله افشاگرانه کل جامعه رو متحول کنن. یعنی ما دنبال نظریه، یعنی ذهن مردم دنبال نظریه توطئه هست چون جهانشون رو رنگین، اسرارآمیز، جالب توجه و هیجان انگیز میکنه. به خاطر همین هم یه محصول شده. یعنی کسایی که نظریه توطئه به این شکل، خصوصا اونایی که سخیف هستن و تئوری پردازی میکنن، اکثرا در واقع مثل یک خط تولید هستن، یک کالا تولید میکنن، کالایی از مجموعه از فکت‌های رنگارنگ که در واقع اون چیزی که ما دنبالش هستیم. یعنی یک جواب ساده هلو تو گلو به ما میدن، بعد طرف هم مخاطب هم احساس میکنه که میتونه با یک مثلا تماشای مستند 20 دقیقه‌ای مثلا به رازهایی به دست بیاره از حکومت یا جهان اطراف خودش که هیچ کدوم از اطرافیانشون نمیدونسته. برای این به شما احساس خاص بودن دست میده، احساس می‌کنید چه آدم خاصی هستید. یک چیزهای یه مستند کوچیک دیدی ولی الان یه چیزهایی میدونید بدونی که نیاز داشته باشید کشف کنید، نیاز داشته باشید تحقیق کنید، تفحص کنید، متخصص باشید یا مثلا به ژورنال علمی بخونید یا چیزی مانند این. به راحتی با یک مستند، با یک متن کوچیک، مقاله کوچیک شما می‌خواید علاقه‌مند بشید، مثلا هیستوری چنل مثلا علاقه‌مند باشید، علاقه‌مند هستید و یک موضوع مهم رو کشف می‌کنید. خاطر همین این نظریه توطئه محصولات خوبی هستن، محصولات جذاب و در واقع پرطرفداری از کار در میاد، چون ساده است، چون جهان ما رو رازآمیز میکنه، چون در واقع
تفکر انتقادی و مدرن، یعنی مدرنیته میاد جهان، علم که میاد، علم بیشتر جهان ما رو افسون زدایی میکنه، چون انسان گذشته در رازها افسونها بوده و آسمون نگاه میکرد از هیچی سر در نمیآورده، ماهیت ستارگان و اجرام سماوی رو نمیدونسته. نظریه توطئه یه جورایی برعکس میکنه، دوباره ما رو برمیگردونه به یک جهان رازآمیزتری، جهان رازآمیزی رو به ما برمیگردونه، هیجان رو به ما برمیگردونه. اما نظریه‌های مدیس نکته خوبی گفت، برای نظریه جدی‌تر یک دلیل دیگه هم بی‌اعتمادی مردم به روایت‌های جریان اصلیه، بی‌اعتمادی مردم به رسانه هاست، چون همونجوری تداعی هم وجود داره، یعنی سابقه بد هم وجود داره واقعا. خب مثلا شما تاریخ اعمال CIA که میخونی، خب میگی خب تا حالا اینا به ما دروغ گفتن در مورد خیلی مسائل، در مورد دلایل حمله به مثلا سلاح کشتار جمعی صدام، در مورد دلایل حمله به عراق دروغ گفتن، مثلا ذهن مردم آمریکا. چرا الان در مورد حتی جنگ ویتنام هم دلیل وارد شدن آمریکا به جنگ ویتنام یه اینساید جاب بود. اگه اینها هستن چرا من الان این جنگ یا این ماجرا رو هم بخوام باور کنم؟ بنابراین این سابقه بعدی که روایت جریان اصلی داره یا حکومت‌ها دارن، در حکومت‌ها و رسانه‌های جریان اصلی دارن، این هم مزید بر علت میشه که در واقع نظریه توطئه شکل میگیره. ولی کوتاهش کنم، در نهایت باز هم محبوبیت نظریه متفاوته. در نهایت اینکه اینا محبوب هستن هم اتفاقا چیزی بدی نیست، چون بالاخره ما ذهن ما باید تمرین کنه، مردم باید یاد بگیرن مداوما. ببینید ما وقتی میتونیم چیزی رو میتونیم استدلال کردن، شناخت رو بیاموزیم که فقط با گزارهای صحیح مواجه نشیم، با نظریه غلط هم مواجه بشیم. ما در مقابل نظریه‌های غلط یا نظریه‌هایی که فکت‌های غلط دارن یا به قول مدیس نتایج غلط از فکت‌های درست ممکنه بگیرن، ما در مقابل اینها میتونیم آبدیده بشیم. یعنی نظریه‌های توطئه اتفاقا تمرین خوبی هستن که ما بتونیم مغالطات اونها رو کشف کنیم، فکتاشون رو بررسی کنیم، ببینیم از کجا چه استدلال غلطی کردن، چه تعمیم اشتباهی به کار بردن، نظریه فکت‌های مقابل چیه، نظریه مقابل چیه. بنابراین خیلی هم بد نیست که ما حتی حرف اشتباه یا نظریه غلط بشنویم. این راهی نداره، مردم باید در مقابل همه نظریات چه درست و چه غلط آب دیده بشن، در واقع یعنی عقل و استدلال، قدرت استدلال تفکر خودشون رو محک کنن، به محک بگذارن. خیلی عالی، درسته، من این قضیه رو قبول دارم. این کنجکاوی انسان‌ها به علاقه به راز و رمز و این چیزا یه بخشیش هست کلا، و کلا این نظریه‌های توطئه شامل خیلی ایدئولوژی‌ها میشه، سیاسی، اقتصادی، پزشکی، فضایی و همه رو شامل میشه و همیشه هم سیاسی نیست. خب خیلی وقتا مارکت پشتشه. مثلا من خودم هم نگفتم نظریه‌ای که من خودم قبول دارم فکر می‌کنم درسته، نظریه توطئه توری این یکی چیزی که من خودم قبول دارم اینه که توی خیلی از اطلاعاتی که در مورد تاثیر غذا و تغذیه بر سلامت انسان‌ها، خیلی اطلاعات تحریف میشه. حالا این چی میگم، یه بخشیه که میگه اون خوبه، که میگه این بد، اینو بخوری نمیری، اینو بخوری میمیری و اینجور چیزا. اینو من خودم مطمئنم و نمیدونم هم سختم به عنوان یه آدمی که سر کار میره و وقتشو میگذره، شب باشم که فری هست میاد اینجا پادکست درست میکنه، وقتی ندارم من بشینم ویدیوها و مباحث ها رو ببینم. یه جورایی من حق میدم به کسایی که یه موقعی دروغا رو باور کنن، چون قضیه اینه که ماهایی که مخصوصا درگیر زندگی روزمره هستیم خیلی دنبال جواب راحت هستیم در مورد خیلی چیزا، اصلا حوصله‌اشو نداری فکر کنی زیاد. میدونید نمیدونم چرا ربط چی داره، حالا چرا اینطوری هستیم، فکر کنم اکثریت دنبال جواب راحت و ساده ایم، منتظریم یکی یه چی بگه، یکم هم خب علاقه داشته باشیم میگیم حله. میدونی مثلا این مورد چه میدونم خیلی اصلا مثال زیاده ولی همچین چیزی هم هست. حالا دوست دارم سوال بعدی رو بپرسم، چون همه رو شما اشاره کردید، واقعا چیز نکات مهمی، عدم اعتماد. من یه چیزی بگم، ببخشید. آره بله البته. مرسی. اون آزمایشه که مثالش رو زدم آزمایش سفلیس تاسکیکی بود که یه دونه مرکز بود و یه دونه سال 1932 یه آزمایش درمان سفلیس رو روی مردان سیاه‌پوست اختصاصا انجام میده و تا اون موقع پنیسیلین اختراع شده بود، یعنی میتونستن پنیسیلین رو به کار ببرن. به این آقایون هم گفته بودن که قرار درمان بشید، ولی هیچ درمانی دریافت نکردن. حالا نمیدونم دارونما زدن بهشون یا چی رو نمیدونم، ولی هیچ درمانی رو دریافت نکردن و اونها خیلی با زجر خیلی خیلی بدی
با عواقب بیماری روبرو بودن و گذاشتن که بیماری تمام بدنشون رو بگیره و بیماری خیلی پیشرفت کرد. 50 سال بعد مشخص شد. به احتمال خیلی زیاد اغلبتون فیلم اکسپریمنت رو دیدین. توصیه میکنم که اگر اکسپریمنت رو ندیدین حتما ببینیدش. اکسپریمنت یکی از فیلم‌های خیلی خیلی معروفه که بر اساس واقعیت انجام شده. یه آزمایشی که انجام شده بوده در دانشگاه استنفورد بود اگر اشتباه نکرده باشم و این آزمایش رو انجام دادن روی افراد. از این موارد زیاد اتفاق افتاد. یه نکته دیگه ارشک در رابطه با این قضیه که گفتی که مردم دنبال جواب راحت هستن اینا، بله درصد قابل توجهی از مردم بیسمنت های اینی که بخوان بگیرن بشینن تجزیه و تحلیل بکنن رو ندارن و بله دوست دارن یک نفر لقمه آماده شده رو بذاره تو دهنشون، مثل تئوریسیانی که چه رژیم جمهوری اسلامی هست و در مورد همه چی نظر میده، در مورد عکس روی پولا نظر میده، ابلیسک ها نظر، آبلیسکا رو میگه، ابلیسک ها نظر در مورد همه چی. و گفتم حالا منشن نکنم اسم این فرد فرهیخته رو، در مورد همه چی نظر میده. یعنی این حتی در مورد میزان کلور آب مثلا چه میدونم شرب شهر مادرید هم نظر میده. بعد رائفی پور استاد حالا همه میدونن که ایشون دانشجوی فوق دیپلم حسابداری شاهرود بوده که به علت اینی که انقدر نمره‌اش پایین بوده حتی نتونسته فوق دیپلمش هم بگیره. علی حال بعد میخوام القا رو بگم، مثل دقیقاً کاری که هیتلر میکرد، فالس مموری ایجاد کردن. تو نمیدونستی، کی بهت گفت؟ من گفتم. داری فالس مموری میچینی توی ذهن فرد که تو نادونی. من میرم میگردم سرچ میکنم پیدا میکنم میام به تو میگم. در ذهن تو من به عنوان یک سمبل دانایی چیده میشم. دوست دارم یه بار جلوی این مراکزی که جلوی سنترهایی که سخنرانیش هست برین ببینید، دختر بچه های از همه سنین و این آدم واقعا مرید داره، گریه میکنن براش، عکسشو پیکسل میکنن میزنن روی کیفشون این بر اون بر. این فرایند رهبرسازی میخوام این رو در نهایت بگم که این تئوری توطئه الزاما فقط مثل بحث سر چه میدونم 11 سپتامبر فلان حادثه کووید اینجور چیزا نیست. حتی توی فرایندهای رهبرسازی و توی خیلی از مواردی که اتفاق میفته و همون بیسمنتش همون جوری که گفتم تکنیک اصلیش ایجاد فالس مموریه. مرسی. آره درست میگی. همین معمولا همینو منم دوست دارم بگم، مردم وقت ندارن. مثلا من وقت ندارم برم ببینم کد تنه کیه. هر کی عربدش تو چیزتر دهنش گشادتر باشه بیشتر طول عربده بکشه حرف اون رو قبول میکنم. کی حال داره بره تحقیق کنه میدونی. یا اینکه مثلا رائفی، من کلا دو تا نظریه تو این کانسپیرسی تئوریا رو چیز نظریه‌های توطئه رو قبول دارم. یکیش همین دوم، یکیش که گفتم، دومیش اینه که رائفی پور و یاسر عرفات پدر پسر هستن. اونم من قبول دارم 100%. بعد یه چیز جالب دیگه رو بگم بعد بریم سراغ سوال. توطئه‌اش کجاست؟ این یکی از توطئه‌هایی که اصلا تحقیق نداره. معمولا شما باید خیلی تحقیق کنی ولی این یه دونه رو اصلا تحقیق نداره. این توطئه‌اش اونجاست که خودعه کردن. توطئه در کار است. می‌خواستن اینا رو بی‌آبرو کنن. توطئه‌اش اونجاست. توطئه در کار است. توطئه بزرگ در کار است. توطئه ها در کار است. اینها توطئه است. توطئه همیشه در کار است. بله. منم سرما خوردم دارم میمیرم اینجا ولی توطئه ای در کار است که سرما خوردم. بچه‌ها یه چیزی من بگم، این قبلی که سراغ اومدیم مدیس منو یاد یک از دوستام انداخت، اینم خیلی باحاله. یه دوستی داشتیم این یه آیپد اون موقع تازه اومده بود. خب فقط هم بچه پولدارا داشت، اینم بچه پولدار بود، آیپد داشت تو شهرمون اونور، بله نه تو لندن. بعد این ما هر چی ازش سوال میپرسه، هر چی مثلا شما الان میگفتید رائفی پور اینجوری میرفت یا میرفت تو توالت، میگه بچه‌ها هم توالت قایم میشد با آیپد چک میکرد تو ویکی‌پدیا، حالا خیلی هم تحقیق نمیکرد، دو تا همون لینک اولو میزد و میومد میدونستی رائفی پور مثلا متولد فلانه یا مثلا اینجوریه اونجوریه نمیدونستی. میدونی من میدونم ولی اصلا دهن ما رو هر چی میگفتی سگ گربه این میرفت یه 2-3 صفحه ویکی‌پدیا میخوند ادعا و اصلا حتی زیادن تو جمعمون ماشاءالله تو چیز ایرانی کلا همه. بله بریم سوال بعدی. فکر کنم تا میگم داغ دل همه تازه میشه. ای بابا ای بابا.
مرسی بچه‌ها. میخوام سوال سوم بپرسم اگه موافق هستین. سوال سوم اینه که چقدر این روایات و اتفاقات تاریخی و سیاسی یا تاریخی حاصل توطئه هست و توطئه‌ای پشتش هست. همین دوست دارید در مورد قضیه شروع کنید صحبت؟ بله، من در واقع میخوایم بدونیم که مبنای این نظریه توطئه، اگه مثلا توطئه هست، اصلا توطئه چقدر در تاریخ واقعیت داره، چقدر حوادث موثر توطئه. ببین، چون یه شرکت تجاری رو در نظر بگیری یا یه اداره رو، شما وقتی بری وارد فرهنگ سازمانی، داخل محیط سازمانیش بشی، فرهنگ سازمانیش رو مطالعه کنی، رفتار آدم‌ها رو مطالعه کنی، می‌بینی چقدر اینا زیرا به هم دیگه میزنن، گنگ تشکیل میدن، دسته‌بندی تشکیل میدن، علیه هم توطئه میکنن، توی هیئت مدیره، تو همه سطوح اداری یا مثلا توی شرکت، حتی شرکت تجاری. تو توطئه رو همه جا می‌بینی، یعنی همدستی و توطئه توی زندگی مردم عادی وجود داره. بعد حالا فرض کن که اصحاب قدرت، کسانی که میلیاردها دلار پول دارن، رهبران سیاسی، کسانی که جمعیت میلیونی از مردم رو در واقع اینها تحت مدیریت و کنترل خودشون دارن، نظارت خودشون، یا رسانه‌ها که در واقع به نظر خودشون واقعیت و تاریخ رو در اینا میسازن و واقعیت رو به مردم مثلا میگن، یعنی مردم از چشم اونها جهان رو میبینن. آیا اینها برای با همدیگه توطئه نمیکنن؟ آیا همدستی نمیکنن؟ و اصلا خنده‌داره که اگه فکر کنیم همچین اتفاقی نمیفته. ولی ما واقعا نمیتونیم توطئه رو به عنوان مثلا یک فاکتور توی توضیح روایات نادیده بگیریم. یعنی اتفاقی میفته، ممکنه اینساید جاب باشه، ممکنه کار خود اون کسی باشه که مدعی انجام داده، ممکنه فالس فلگ باشه، یه بهانه‌ای باشه برای حمله و جنگ، ممکنه اصلا ماحصل یک برنامه‌ریزی دقیق و پیچیده‌ای باشه و همه اینا ممکنه باشه. درسته، این توطئه هیچ وقت ما نمیتونیم کنسل کنیم. منتهای مراتب مشکل تئوریای توطئه اینه که مسئله رو الکی دراماتیک میکنن. واقعیت اینه که ما برای اینکه توطئه رو کشف کنیم، یعنی بفهمیم آیا توطئه‌ای وجود داره پشت یه حادثه، باید بریم ساختار سیاسی یا ساختار سیستم‌های سیاسی اجتماعی رو مطالعه کنیم، ساختارهای اداری، حکومت، بوروکراسی رو مطالعه کنیم، نقش‌ها، وظایف مطالعه کنیم. یک کار پیچیده‌ای لازمه. یعنی ما نمیتونیم فرض کنیم که آره یا حالا یک محفل مخفی و اسرارآمیزی وجود داره که سناریوی تمام جنگ‌ها رو از قبل نوشته، مو به مو اجرا می‌کنه. من مثلا تو ایران که بودم، وقتی با مردم مثلا در مورد مسائل سیاسی صحبت می‌کردم، آخه طرف از سر بی‌توجهی یا در واقع از سربازخوری، برای اینکه نمی‌خواسته وارد مسائل سیاسی بشه، در مورد شیوه تولید، سرمایه‌داری چیه، بوروکراسی چیه، سیستم سیاسی چیه، سیستم قضایی کشور چیه، دولت مدرن چیه، نمیخواست صحبت کنه. من خیلی راحت میگم اینا همه کار خودشون داره، دستای پشت پرده‌ای وجود داره. یعنی با توطئه، با تئوری توطئه، با توطئه دونستن حوادث از سر خودش باز میکنه. در واقع اینا همشون همه دستشون با همه اینا، همه الکی آمریکا و ایران، جمهوری اسلامی هم با هم هستن، اینا با هم توانی میکنن. یعنی به یک نوعی کسی که فعال یا غیر سیاسیه سعی میکنه با توطئه اینها رو همه لاپوشانی کنه، یعنی یک شرایط کاری، وضعیت کارتونی درست میکنه که اون انفعال خودش رو توجیه کنه. اون وضعیت کارتونی اینه که یک محفل مخفی وجود داره، همه مثلا ایلومیناتی ها، هم از مثلا از قرن 18 تا همه حوادث رو برداریم بکنیم، جنگ جهانی اول، دوم، انگار همه اینها ناشی از نقشه کشیدن و طرحریزی و برنامه‌ریزی دقیق بوده. یه هم چیزی نیست. توطئه وجود داره، در تاریخ وجود داره، خیلی از حوادث ماحصل توطئه و تبانی هستن، ولی اینطور نیست که یک گروه مخفی، محفل مخفی همه چیز رو کنترل میکنه و همه چیز از قبل نوشته شده و برنامه‌ریزی شده، مثل سناریو داره اجرا میشه. اون چنین چیزی نیست. حتما حوادثی وجود داره که پیش بینی نشده است. حتما هیچ کسی اون کنترل کامل رو روی جهان موجود نداره. با اینها تبانی و توطئه وجود داره. یعنی توطئه وجود داره، ولی این نیستش که همیشه مو به مو و دقیق مطابق یک نقشه پیاده میشه. بنابراین مثلا قطعت میکنم، یعنی منظورت اینه که توطئه هست خیلی زیاد تو اکثر اتفاقا، ولی بعضی وقتا یه جای something goes wrong، یعنی یه جای محاسبات اشتباه کردن اونایی که توطئه کردن. بله آره، یکی اینه. نه، منظور این نیست که مثلا شما این نیست که بگی آره هر اتفاقی که میفته از قبل برنامه‌ریزی شده، همه اتفاقات هیچ کدوم تصادفی نیست، همه روش حساب باز شده و مثلا یک جنگ، انگار مثلا یه جنگ از 0 تا 100ش همه برنامه‌ریزی شده، دارن مو به اون جلو میبرن مثلا، برای مثال. خب یک همچین چیزی نیست، ولی توطئه و تبانی و همدستی
فراوان در تاریخ خب وجود داره، ولی اینها به این معنی نیست که یک محفل مخفی همه حوادث رو مثل یک کتاب داره تاریخ رو مثل یک کتاب می‌نویسه. نه، یه همچین چیزی نیست. مثلا در مورد همین ایلومیناتی ها ایلومیناتی وجود نداره. خب قرن 18 هم وجود داشتن، ولی الان جهان رو کنترل نمی‌کنن. هیچ محفل مخفی نیستش که جمع بشن توی تاریکی آدم‌های مخوفی خیلی مخفیانه دور از چشم همه رسانه‌ها توانی کنن و تمام نقشه 5 سال مثلا نقشه دنیا رو، حوادث دنیا رو برای 5 سال آینده رقم بزنه، مثلا تصمیماتی که تو اون جمع میگیره. ولی واقعا درسته که یک گروه نخبه‌ای از گروه نخبه و الیتی تلاش میکنه که جهان رو کنترل کنه و سیاست‌ها خط مشی‌اش رو اجرا کنه. گلوبالیست‌ها یا تو کنفرانس داووس مثلا فورم اقتصاد جهانی سعی میکنن خط مشی رو تعیین کنن. ولی برای مطالعه اینها ما باید یا مثلا بیلدربرگ اینا وجود داره، اینا واقعا کنترل میکنن جهان رو، ولی نه به اون شکل از پیش برنامه‌ریزی شده، بلکه صرفا سیاست‌ها و خط مشی کلی رو تعیین میکنن. یعنی جهت سعی میکنن به اقتصاد جهانی یا رهبران سیاسی جهت بدن. ما برای اینکه بتونیم این کنترل این نخبه الیت جهانی رو بفهمیم، طبقه نخبه جهانی که در حال شکل‌گیریه، ما باید اقتصاد رو بفهمیم، زنجیره تامین جهانی رو بفهمیم، سرمایه‌داری مالی رو بفهمیم. همونجوری که گفتم، باید ساختارهای سیاسی اجتماعی اقتصادی رو مطالعه کنیم، نه به چشم یک محفلی که یک گوشه‌ای دارن یک کاری انجام میدن. و اگه اینجوری مطالعه کنیم میتونیم بفهمیم که واقعا یک نخبه، یک طبقه الیتی داره شکل میگیره که سعی می‌کنه دموکراسی‌های ملی رو دور بزنه، تصمیمات مردم یا کنترل رسانه‌ای که روی دموکراسی ملی متمرکز دور بزنه و اتفاقا مخفیانه از بالا بتونه مردم رو کنترل کنه. ولی باز اینا هیچ کدوم به این معنا نیستش که، باز تکرار میکنم، در نهایت به این معنا نیستش که همه چیز از پیش مو به مو اجرا میشه و این مطابق نقشه پیش میره. اوکی، مرسی. من قبل اینکه بریم سراغ بقیه، برای اینکه بچه‌ها بیشتر توی شک بندازمتون و به حرفای همین گوش ندید ایلومیناتی وجود داره من توی محله نزدیک جایی که زندگی میکردم تو لندن یه جایی هست و توی گوگل مپ هم آوردم که ببینید، میگه Freemasonry for men and women. برای یه ساختمون عجیب سفید رنگی هم بود و خیلی ساکت، چیزی هم ماشینی میرفت تو و میومد بیرون، همچین چیزی بود. منم اونجا زندگی میکردم اطراف هستش هم. فراماسون ها وجود دارن، چیز عجیبی نیستش که. اون چیه فرقش با اونا؟ مثلا این چیزا رو چون علاقه ندارم مثلا زیادم دنبال نمیکنم. چیه پس اون داستانشون؟ ببین فراماسون ها یعنی انجمن اخوت، انجمن برادری سه آدم. ببین زمان قرن 18 هم خیلی، قرن 19 هم میشه 18 هم ولی میشه قرن 19 هم خیلی رواج پیدا میکنه. شما جهانی رو در نظر بگیرید، تلفن نبوده، ارتباط بین مردم نبوده و مردم میخواستن که در واقع مثل سازمان‌های غیر دولتی امروز چجوریه، اون زمان انجام یه سری کارهایی که خصوصا طبقات شهروندان رده بالا میخواستن در هماهنگی با هم انجام بدن و یک کارهایی رو انجام بدن که یه سری اهداف مشترک داشته باشه، از طریق فراماسون ها انجام میدن. چیز عجیبی نیستش. بنابراین هیچ نوع کلمه فراماسون نه بار سنگین و عجیب غریبی داشته باشه. یک انجمن اخوت عادی که علنی هستن. الان خیلی موضوعیت نداره به خاطر جهان امروز ما، تکنولوژی و غیره. آره، این چیز مخفی نیست، علنی یا آفیس زدن اونجا تو تابلو گذاشته هستیم دیگه. من شنیدم حتی از اون اهالی اونجا میتونی بری عضو بشی اگه بخوای. یه سری قوانین داره، دکتر باشی، مهندس، این یادم نیست. مدیس عزیز یا مدیس، میگم به سراغ نولان. مدیس تو واقعا داری مدیتیت میکنی، واسه نمیخوام اون فضا رو خراب کنم. نولان عزیز بگو اگه اوکی، بعد میریم سراغ مدیس. در مورد این سوال یه طیفی ما داریم که هم مینیموم فرض کردن و صفر فرض کردنش حماقته و هم ماکسیموم فرض کردنش حماقته. یعنی ما یک کسایی متاسفانه مخصوصا توی این روشنگران اینستاگرامی، توی این پیج های علمی اینستاگرامی اینا داریم که اینها جوری صحبت میکنن که انگار هیچ توطئه‌ای در جهان وجود نداره، هیچ تبانی در جهان وجود نداره. خیلی ساده، یه سری متخصص درجه 1 در جهان هستن که خیلی صادقن و اینا پیامبرای نمونه ما ان، هر چیزی که اینها میگن درسته و ما فقط کافیه که برویم به این متخصصین گوش بدیم، ما کافیه که برویم به این جریانات اصلی، این مثلا رسانه‌های مثل CNN گوش بدیم و دیگه حقایق رو میگیریم و اصلا نیازی نیست به هیچ چیز دیگه فکر کنیم. تمام حقایق در این رسانه‌ها وجود داره، تمام حقایق رو از زبان متخصصین معروف میتونیم بشنویم و دیگه تمام، همیشه تمام، هیچ توطئه‌ای یا تبانی هم نیست. این عین حماقته، این کاملا عین حماقته. و از اون طرف کسای دیگه ای رو باز داریم که
اینجوری نشون میدن که آره همه چیز در جهان توطئه است، همه چیز در جهان مثلا از پیش برنامه‌ریزی شده و همه هم مزدورن، همه هم استخدام شدن که این حقایق از شما پنهان بمانه و شماها مثلا ما این که فقط داریم به شما حقیقتش رو میگیم. جفت اینا حماقته. نه اینجوریه که هیچ چیزی در جهان توطئه نباشه و نه اینجوریه که همه چیز در جهان توطئه باشه. واقعیت چیزی بین این دوه و این واقعیت رو منافع افراد، منافع طبقات، منافع سازمان هاست که میسازه، تا جایی که بازی منافع توطئه هم وجود داره. اما ماجرا کاریکاتوری نیست که همه جهان با هم متحد باشن و بخوان علیه توطئه بکنن. تو اصلا اون عددی نیستی که بخوان همه جهان علیه تو توطئه بکنن. این ما فرض این که ما خیلی آدم مهمی هستیم، همه شرکت ها و همه سیاستمدارا رو دنبال اینن که میکروچیپ بسازن با فلان قیمت که بریدن تو رگ ما بعد ما رو کنترل بکنن. این از توهم خود بزرگبینی میاد. واقعیت اینه که ما از آن اونقدر مهم نیستیم که بخوان همه جهان برای ما توطئه بکنن. اما به هر حال ما به عنوان یک فرد با یک کسایی تضاد منافع داریم و اون تضاد منافع ممکنه که باعث بشه که اون اقدامی رو علیه ما برنامه‌ریزی بکنه. اما خود این کسایی که دارن این کارا رو برنامه‌ریزی میکنن هم با هم تضاد منافع دارن. اینجوری نیست که همه سیاستمدارای جهان بیان یه جا میشینن بعد اینا خون مردم رو سر میکشن و علیه مردم توطئه میکنن. نه، هر کشوری، هر حزبی، هر نماینده‌ای برای خودش این منافع رو تصور میکنه و بنا به اون مدتی که داره سعی میکنه منافع خودش رو بیشینه بکنه و بیشینی کردن منافع خودش خیلی وقتا با منافع دیگران متضاد میشه و دیگر بازیکنان عرصه سعی میکنن که اینجا تقابل بکنن و این تقابل اینها چیزیه که ما توی نظریه توطئه نمیبینیم. توی نظریه توطئه همه کاملا یک دست میآیند و میخواهن علیه تو نوعی توطئه بکنن. خب این خیلی کاریکاتوریه، این خیلی اشتباهه. ولی کلا درباره سیاست، درباره تاریخ، بازی منافع، آدم‌ها با هم دیگه متحد میشن که منافعشون رو بیشینه بکنن، آدم‌ها با هم دیگه تضاد منافع پیدا میکنن، با هم دیگه سر منافعشون مبارزه میکنن، سر منافعشون میجنگن و برای بیشینی کردن منافعشون خیلی کارها میکنن که یکی از این کارها چیه؟ توطئه است. ولی هر کسی توان محدودی برای توطئه داره و هیچ قدرت تام و مطلق روی زمین وجود نداره. هر قدرتی که وجود داره یک چیزی هم مقابلش هست. کسانی هم هستن که این قدرت رو محدود میکنن، این قدرت رو جلوشون میگیرن، تا یه حدی سعی میکنن محدودش بکنن. ما برای فهمیدن واقعیت باید به این محدودیت ها و به این تضادها توجه بکنیم. اینها هستن که واقعیت رو ما نشون میدن. مرسی، ممنونم. صحبت با شما. مرسی از جوابت، خیلی عالی و کامل و مفید، خیلی خوب بودش. اگه اوکی من 2 تا سوال میخوام سریعتر بریم و ملیس عزمیز گربه رو نه یعنی رفت گربه رو انداختی رفت. منم حرف زیادی ندارم. امین و نولان به اندازه کافی و دقیقاً درست گفتن. به نظر من هم تصور اینی که یک جایی هستن و یک چیزهایی رو نوشتن. مگه شما فرمول هم اینقدر راحت نمیتونی فرمول ریاضی رو هم بنویسی 0 تا 100. پس اگه اینجوری باشه، اگر این اتفاق میتونست بیاد انقدر همه چی راحت تحت کنترل بود، پس قاعدتاً توی مسابقه شطرنج هیچ کس نباید برنده میشد، چون بالاخره میشد که تشخیص بدیم که یک سری احتمالات که حرکت طرف مقابل چی هست. به نظر منم این تصور که میگیریم میشینن مینویسن دقیقاً چی به چی اتفاق بیفته خیلی ساده انگاریه و این دقیقاً از جهالت نشأت میگیره. یه مثال خیلی ساده میخوام بزنم، یعنی مثال منظورم اینه که نزدیک میخوام بزنم. وقتی که روی سنگ قبر ژینا نوشتن ژن ژیان آزادی، جمهوری اسلامی برگشت گفت دیدی این نظریه توطئه است، اینا از قبل بود، این دختر مال حزب کموله است، اومدن الکی کشتنش، این مریض بود، این فلان بود، اینم نوشتن، این آشوبا رو به پا کردن و متأسفانه خیلی هم خب باورش کردن. ولی خب این به این علت بود که جهالت داشتن و نمیدونستن این شعار از سالهای سال قبله که مطرح شده، اصلا به عنوان یک موتو، به عنوان یک شعار معرفی شده و اصلا روش دارن صحبت میکنن اینکه هر کدومش چه معنی میده. من خیلی سال پیش هیچ ربطی به این نداره که این اتفاق بیفته، فقط چون حالا همزبانی بوده از لحاظ زبان کردی این رو هم اونجا نوشتن. چسبوندن اینها به همدیگه و اینکه هر چیزی به تئوری توطئه ربط دادن بیشتر از جهالت نشأت میگیره و اینکه یک سری‌ها هستن اومدن گرفتن نشستن این برنامه. نه، شما اصلا تحت این شرایطی شما در مورد جامعه صحبت میکنی، در مورد شرایط آزمایشگاهی که صحبت نمیکنی. نمیشه توی شرایط جامعه انتظار داشت که بله خب در ساعت 8:30 مردم فلان شهر این تعداد بیرون خواهند ریخت و این نفر کشته خواهند شد.
شما 100 سال نمیتونی همچین چیزی رو در مورد اجتماع بنویسی. پس اینی که و اون چیزی که امین گفت، من میخوام اسمش رو عوض بکنم، این که بگم توطئه هست در دنیا، بله هست. و میخوام این رو بگم خیلی از رفتارهایی که به عنوان توطئه احزاب و گروه ها انجام میدن دقیقاً همونجوری که خودش گفت رفتار سازمانیشونه. یعنی وقتی اینجوری این القای واژه توطئه رو بهش میکنیم، یک بار مرموزی، پلیدی، عجیب غریبی، پیچیدگی هایی که ما از درکش ناتوان هستیم بهش میدیم و خب قاعدتا توی درکش میدیم. ولی میتونیم ساده سازیش بکنیم. بله خیلی از رفتارها واقعا فقط رفتار سازمانیه. بله احزاب و گروه ها این کارها رو انجام میدن و سعی میکنن همدیگر رو از میدون به در کنن. توی پرانتز میتونیم بنامیمش هم توطئه و این یه رفتاره، مثل آنچه که حیوانات توی جنگل توی طبیعت برای بقا انجام میدن دیگه. اینا بقاست. ما نمیتونیم بگیم که شیرها اومدن توطئه کردن که مثلا برن اون آهوه رو شکار بکنن. نه، یه رفتار. فکر کنم بعضی جاها لازمه که این بار معنایی توطئه رو ازش برداریم تا رفتار بودنش، تا نوتر بودنش مطرح بشه و بتونیم راحت‌تر بررسیش بکنیم. مرسی. آره کلا این قسمتیه که احساسی برخورد میکنن دیگه. مثلا الان انقلاب ژینا داستانش بود از بس این ارزشی‌ها شروع شد که میگفتن توطئه است و از همون داستانی که گفتی حالا اونا دیگه ول کردن. باز یه گروه داریم تو لس آنجلس اونا ول نمیکنن، اونا هم میگن توطئه است و فتنه، من تو خوندم میگن فتنه. آره به هر حال بریم سراغ سوال بعدی که خیلی دوستم بگم، ولی احساسات واقعا بده. احساسات که میشن شبیه این من یاد چیز میافتم، این فرقای سیاسی رو میبینم یاد مسلمانای دو آتیشه میافتم که هرچی دلیل و استدلال میاری گیر کردن توی دایره‌ای. میگه خدای ما هرچی میگیم اینجا نوشته، اینجا توی مستند فلان تلویزیون گفته، نشون داده، برو ببین، دوباره میرسیم میبینیم تو این دایره لوپ گیر کردن. یه خدایی دارن و برهای ادم احتیاج به امام زمان دارن. یه سوالی دارم بچه‌ها، دوست دارم با مدیس شروع کنم چون و نمیخوام زیاد داخلش بشم چون وقت کمه، فقط تایتلشو میگم اگه میشه. مدیس مطمئنا خودش میدونه و باز میکنه قضیه رو چون تخصصش هم هست. مدیس جان، تاثیرات منفی روانی این قضیه، تاثیرات روانی منفی این تئوری توتا، باور کردن بهش، باور نکردن بهش، کلا اگه میشه بیشتر در مورد این تاثیرات بگو روی آدم. بله حتما. ببین یه نکته که هست اینه که وقتی یک پکیجی حاضر و آماده در اختیار شما قرار داده میشه، برای شما نسخه پیچیده میشه، تأکید میشه که این است و غیر از این هیچ چیزی نیست، همون فانکشنی که اسم داره. اولین و مهمترین نکته‌ای که داره اینه که انگاری دیدین وایتکس میریزی ریشه درخت خشک میشه و دیگه اون درخت رشد نمیکنه. این با این رفتار همون وایتکسیه که ریخته میشه به ذهن فرد و فرایند تفکر رو خشک میکنه و از بین میبره. شما دیگه هیچ وقت احساس نمیکنی که ممکنه یک چیز دیگه‌ای وجود داشته باشه. سالهای سال مذهبیون اومدن گفتن این از خدا هست، من بهش جهنم البل جیمبل، و اگر شما غیر از این میخواستی فکر بکنی به عنوان یک مرتد کشته میشدی. این همون خشکوندن ریشه تفکر انتقادیه. ریشه اینه که اصلا فکر بکنی، حالا تفکر انتقادی که دیگه یک شاخه دیگه شه، اصلا به این فکر بکنی که یک حالت دیگه اتفاق میفته. بنابراین آدم‌هایی که توی این شرایط، یعنی هر اندازه تئوری‌های از پیش تعیین شده، حالا که یک سریاش هم تئوری‌های توطئه‌ای هست، شما میپذیری و توی ذهنت، توی سازمان شناختی داری، هر اندازه این بلوک‌ها، این تئوری‌ها بیشتر سفت و سخت‌تر، غیر قابل تغییرتر باشن، شما از لحاظ مغزی فلج‌تری، شما از لحاظ مغزی ناتوان‌تری، شما تجزیه و تحلیلی نمیتونی بکنی، شما حالت دوم، سوم، چهارم و دیگری نمیتونی متصور باشی. بنابراین در طی زمان شما اصلا ممکنه متاسفانه این توی فرگشت حالا آدم‌ها، چون همینجوری ادامه داره، هم تاثیرگذار بشه و واقعا یک سری از توانمندی‌های ذهنی رو از دست بدن، یک سری قابلیت‌ها دیگه درشون شکل نگیره. مثلا در نسل برترش دیگه واقعا شاید تفکر انتقادی وجود نداشته باشه و شاید اصلا به این فکر نکنه که میتونه یک چیز دیگری باشه. پس بنابراین خیلی مسئله مهمه، باید بهش بپردازیم. همیشه فقط پرداختن به تئوری‌های از پیش تعیین شده مثل تئوری‌های توطئه همیشه اینجوری نیست که خب حالا یه خوراک رسانه‌ای بود یا مثلا حالا دعوای دو تا حزب بود. نه، ما داریم جامعه رو
تربیت میکنیم، ما داریم ترین میکنیم بچه ها رو. اون بچه‌ای که از کودکیش توی اون سنین قبل از رسیدن به تفکر انتزاعی که از 12 سالگی اصولا میگیم، از بین 10 تا 12 سالگی شروع میشه و ممکنه خیلی بعدتر اتفاق حتی بیفته با توجه به شرایط محیطی، شما داری این رو بهش یاد میدی، روی این کانتکست داری بزرگش میکنی، روی این بستر داری بزرگش میکنی و همینجوری داری پیشش میبری. شما داری محیط رو از حالا خیلی چهارچوب دار، خیلی فریم شده، خیلی آماده پکیج میکنی، میدی دستش، میگی برو عین همین فکر بکن. این اون اتفاق بدی است که داره میفته و متاسفانه توی هر سنی میتونه تاثیرات خودش رو بذاره و واقعا توی خیلی از موارد هم حتی داره اتفاق میفته. خیلی باورایی که تو جامعه حتی به عنوان باورهای احترام به حقوق بشری یا آزادی بیانی هم داره مطرح میشه، این تئوری ها پشتش هست و داره این اسم رو میپیچه، پکیج میکنه، میده دست مردم و این فاجعه است. فاجعه ای که این آدم ها توانایی فکر کردن، توانایی اندیشیدن، توانایی تحلیل کردن، توانایی نقد کردن، توانایی بررسی کردن شرایط رو حتی ندارن. یعنی همینجوری هی قابلیت ها داره گرفته میشه. اول نقد کردن از شما گرفته میشه، بعد تحلیل کردن از شما گرفته میشه، این همینجوری عقب گرد داره و در نهایت شما میرسی به یک موجودی که برات یک نسخه رو پیچیدن و شما هم بله خیلی رباتوار داری در ادامه همون اقدام میکنی و هیچ چیزی برای انجام دادن نداری. مرسی. بله من خودم یادم یه دوره‌ای منم همینطوری شده بودم دیگه، اصلا بیخیال سر شده بودم دیگه، هر کی میگفت اصلا ولمون کن، هر چی اصلا درسته یا نه دیگه، نه چیزای سیاسی، ولی چرا یه چیزی بود خیلی به سلامتم اهمیت میدم، اونو هی خیلی تحقیق میکنم. باز با این حال من متوجه شدم خیلی تحقیق میکنم، فکر میکنم خیلی میدونم، باز خیلی چیزایی که میدونم دروغه، اصلا سخته. من حالا سال بعدی نموده همینه آخری و وقت اونم کمه، ولی بچه کسی میخواد چیزی اضافه کنه به این حرفای مدیس یا بریم برای سال آخر که برای سال آخر اوکی. ببینید سال آخر همینه، در مورد همین صحبت، این تاثیرات منفی که مدیس میگه واقعا خوب نیست. خب اصلا خوب نیست، خب همه میدونیم، ولی که خیلی خوب چیزای خوبی رو گفت، توضیح داد، واقعا درست میگه. و چی کار کنیم؟ خب من نوعی، من ارشک چطور میتونم مطمئن بشم کجا برم؟ کدوم؟ من نه وقت دارم منابع رو بررسی کنم، نه وقت دارم برم تحلیل های مستقل رو نگاه کنم، نه وقت دارم بشینم فانوس پادکست رو تماشا کنم کلی. حتی فانوس پادکست کاری نداره، هدفون میذارید گوش میکنید، اذیت نکنه. ولی وقت ندارم برم همه دیبیت ها، همه بحثا رو گوش بکنم، تحقیق کنم دیگه، بتونم از صحت یه سری تو نظریه ها مطمئن بشم. و من چی کار کنم؟ من نوعی من بعد الان تکلیفم چیه؟ واقعا تا چه حد میتونید به من بگید که تقصیر خودته، تو آدم تنبلی هستی؟ واقعا زندگی که تویش هستیم خودتون میدونید وقت نمیذاره برای مخصوصا قشرهای پایین‌تر، کارگر و حالا. بعد کی دوست داره؟ همین دوست داری بگی یا دوست داری نولان؟ خب ببین، در رابطه با این که ما چطور میتونیم نظریه رو قضاوت کنیم آیا صحیح هستن یا غلط هستن، حالا بحث زمان رو که مطرح کردی، یک بخش نداشتن وقتی که نداشتن تخصص راجع به اون قضیه است، چون ممکن اصلا اون فیلد یا اون موضوع کاملا برای تو جدید باشه، مثلا یه موضوع تاریخی در باستان یا در مورد سیاست یا اصلا حوادث یک کشور یا تاریخ اینتلیجنس، مثلا فرض کنید نظریه توطئه در مورد یک عمل CIA برای مثلا تو تاریخ اینتلیجنس آمریکا رو نمیدونی، سازمانش رو نمیدونی، اعمالش رو، رگولیشنش رو، قوانینی هست، ارتباطش با کنگره چیه، چجوری اینا با هم بیریف میشه، مثلا چجوری با رابطش با کاخ سفید از طرف با کنگره از طرف چیه. وقتی اینا ندونی، اینا همه سخته، هم نه تخصصش رو داشته باشی نه وقتش رو داشته باشی که بررسی کنی. ولی خب از این مسائل فرار نمیشه کرد. ببین ما دو تا حالت داریم. بهترین حالت اینه که ما اوپن مایند بمونیم و شک‌گرا باقی بمونیم، اما نه شک‌گرا به معنای کسی که داره تنبلی ذهنیه، چون خیلی راحت تو میتونی بگی حالا نمیدونم شاید درست باشه شاید غلط باشه، هر چی بگی شاید بذاری فقط از سر تنبلی ذهنی. شک‌گرایی وقتی سریع که تو همزمان تفحص هم بکنی و اصلا به واقعیت کنجکاو هم باشی، نه شک‌گرایی که صرفا از روی تنبلی ذهنی و بی‌تفاوتی به واقعیت باشه. ببین این که حالا زمان و تخصص رو اگه نداشته باشیم، ما حداقل میتونیم چند تا چیز در نظر بگیریم. باید یک نظریه باید فکتاش درست باشه، فکتای واقعی باشه. اگه فکر میکنیم فکتا غلطه،
میتونی فاکتور چک کنی. ممکنه بگی وقت نداشته باشی. خب اگه وقت نداری میتونی بری نظریه های دیگه ای رو که مخالف اون نظریه است رو نگاه کنی، ببین اونا چی میگن. شاید فکت های دیگه ای داشته باشن. اکثر نظریه های توطئه‌ای مشکل دارن که صرفا فکت هایی که مؤید نظریه‌شون رو بیان میکنن، یعنی سلکتیو هستن، گلچین میکنن فکت های درست رو. بنابراین راه حل اینه که به سراغ نظریه های دیگه، نظریه های مقابل، نظریه جریان اصلی، هر نظریه آکادمی، اینا ببین اونها چه فکت هایی مطرح میکنن، چه چیزهایی مطرح میکنن. کلا از زاویه دیگه به قضیه نگاه میکنن، ممکنه اون دیدت عوض بشه و متوجه بشی که یه سری فکت ها کلا نادیده گرفته شده. مسئله دوم که اینجا وقت نمیخواد. حالا بررسی فکت ها ممکنه زمان لازم داشته باشه، ولی یک چیزی که هست استنتاج اون نظریه، این دیگه زمان لازم نداره، تخصص هم لازم نداره، تأمل و تفکر لازم داره، آشنایی با شیوه فکر کردن، شیوه استنتاج و استدلال. بریم ببینیم که آیا از این فکت ها نتیجه درستی گرفته شده یا نه. اکثر نظریه‌های توطئه‌ای که حالا اشتباه هستن، سخیف هستن، معمولا از فکت های درست استنتاج غلط میکنن، نظریه غلط صادر میکنن. متوجه؟ یعنی میشه گفت تعمیم عجولانه میکنن. یعنی یک چند تا فکت هست و سریع میان نتیجه میگه که چنین اتفاقی افتاده. مثلا فرض کنید پیتزا گیت تئوری، نه آشنا هستید؟ پیتزا گیت تئوری مثلا یک نمونه اینجوریه که از چند فکت ساده برمی داره واقعیت داره. مثلا فرض کنید میتونیم بگیم که کدهایی که مثلا FBI استفاده میکرده برای پیدا کردن آدمای پدوفایل، اون از کلمه پیتزا استفاده میکردن. ولی وقتی مثلا میاد تمام چند تا ایمیل مثلا سیاستمدار پادستان رو بررسی میکنه، همون چند کلمه پیتزا هست، این نتیجه گیری میکنه که مثلا یه نتیجه عجولانه میکنه که اونجا یک مثلا فرضاً در اون پیتزا فروشی یک مرکز پدوفیلی یا این حرفا بوده. نتیجه گیری عجولانه، تعمیم غلط، معمولا کاریه که نظریه توطئه میکنه. اینجا نه زمان لازم داره و نه وقت زیاد و تخصص زیاد. کافیه نگاه کنیم ببینیم آیا از این فکت ها میشه به استنتاج رسید یا نه، و کافیه چند دقیقه فکر کنیم میتونیم متوجه بشیم که اکثر موارد تعمیم ها غلط هستند و این مهمترین نکته است. ولی همچنان هم در نظر داشته باشید که باز ما نمیتونیم به قطعیت برسیم. خیلی موارد ما میتونیم نظریه توطئه رو مد نظر قرار بدیم یا محتمل بدونیم، یعنی میتونیم بینابینی باشه. یعنی حتما نیاز بگیم من این نظریه رو قبول میکنم یا نه، بندازیم سقف آشغال چرنده و اصلا به درد نمیخوره. میتونیم به صورت فعالانه شک‌گرا باقی بمونیم، یعنی محتملش بدونیم مثلا. ولی کما اینکه مثلا در مورد همین نظریه نشر آزمایشگاهی کرونا، من معتقد هستم که اعتقاد دارم که این ویروس کرونا از آزمایشگاه کووید ووهان اومده، شهر ووهان. خیلی خوب، ولی این که تعمدی بوده یا سهوی بوده اینو مطمئن نیستم. من محتمل میدونم که تعمدی بوده، یعنی دولت چین اینو تعمداً نشر داده. خب محتمل میدونم، نیازی نیست به قطعیت برسم. تا زمانی که نتایج تحقیقات جدیدی انجام بشه یا دولت چین اجازه بده تحقیقاتی انجام بشه، در واقع این اوپن مایند باقی میمونیم. این ممکنه سهوی باشه، ممکنه عمدی باشه. اینجا وای میسیم، تحمل میکنیم و نیاز حتما نتیجه گیری سریع میکنیم. برای در رابطه با خیلی نظریه توطئه ما واقعا نیاز حتما بگیم که یا بندازیم سطح آشغال یا بگیم که نه قبولش میکنیم 100%. میتونیم وسط باقی بمونیم، ولی در این حال نه از روی بی علاقه یا بی تفاوتی، از روی علاقه با تفحص، یعنی اوپن مایند باشیم و دنبال فکت‌های جدید یا پژوهش‌های جدید بمونیم. مرسی. این تحقیقات مهمه که کیا انجام بدن. تازه حالا کی این تحقیقا رو انجام میده؟ خود چین نه مثلا. اون دیگه حالا خیلی سال‌ها گذشته دیگه پاک کردن دیگه، اونجا هر چیزی شما دادن رفته و شانسی وجود نداره که ما شاید هیچ وقت نتونیم بفهمیم، مگر اینکه بعد بریم ببینیم شاید سال‌ها بگذره و از اینتلیجنسی که مدارکی که بعداً ممکنه کشف بشه از اینتلیجنس ها، بعد اونجا بشه فهمید چه اتفاقی افتاده. ولی 5 میلیون آدم کشته شده و الان هیچ پاسخگو نیست که این از کجا اومده. این خیلی عجیبه. شاید یه جایی برادران سپاهی چینی اطلاعاتی درس کنن بینش. خب مدیس اگه اوکی شما برامون بگو از این قضیه که با این چیکار کنیم که این تاثیرات منفی رومون جلوگیری بکنیم ازش و بتونیم اوایل کنیم. همونطور که میدونی هم زمان لازمه هم انرژی. بعضی وقتا واقعا هیچ کدومش نیست، بعضی وقتا زمان هست حسش نیست. کلا چی کار کنیم که بتونیم مطمئن؟ من میخوام یه ذره قبلتر از صحبت‌های درست امین رو بگم، چون دقیقا منم میخوام همونها رو بگم. میخوام شک گرایی رو بگم، میخوام بگم که شک بکنیم، میخوام بگم که بریم بگردیم دنبال یه چیزی. ولی چند تا نکته میخوام به عنوان فریز بگم
و شاید لازم ببین اولا که لازم نیست ما در مورد همه چی خیلی اطلاعات کامل داشته باشیم، بریم سرچ بکنیم، هر کی تو زمینه اینترست خودش. یک نکته. ولی آنچه که جان کلامم اینجاست، مهمترین نکته اینه که ما فرایند تفکر رو یاد بگیریم. ما خیلی وقتا به داشتن یک عالمه دیتا و فقط دیدن و به قول معروف، این اصطلاح رو به توهین نمیگم، این اصطلاحش رو دارم میگم، به چریدن میان این اطلاعات و به هر کدوم و یه بویی کردن و یه دستی زدن احساس میکنیم که ما خیلی آدم متفکری هستیم و خیلی عالمیم و این شعر معروف پروین اعتصامی که احمق کتابی دید و فکر کرد عالم است، اونجوری نباشیم. بحث سر اینه که فرایند فکر کردن این نمودار زنگوله‌ای که ما توی آمار داریم یک ابتدا داره، اوجگیری داره، توی نقطه پیک اطلاعات پردازششون به نقطه اوج خودش میرسه، در نهایت توی این سراشیبی میاد پایین و به یک کانکلوژنی میرسه. ما خیلی وقتا توی موارد اون به کانکلوژن، حالا همیشه هم قطعی نیست که الزاما همیشه به یک نتیجه برسیم. مثلا الان سر قضیه کووید ما باید الان مثلا طرف گرفته نشسته، خب نتیجه رو بگو، نه باید به نه. منظورم طی کردن این فراینده. ما متاسفانه خیلی وقتا به این نشخوار فکری کردنه عنوان تفکر رو میدیم. این اتفاق نباید بیفته. خیلی وقتا باید با شک کردن شروع بکنیم، بریم سراغ اطلاعات جذب کردن در مورد یک قضیه. دقیقاً همونجوری که امین گفت، هر دو تا جریان رو حداقل، نمیگم جریان‌های متفاوت رو، جریان اصلی و متضادش رو حتما بررسی بکنیم و یاد بگیریم فکر بکنیم. یاد بگیریم که این حق منه که بخوام دوست داشته باشم یک چیز رو بدونم، برم و یاد بگیرم. این تنها نسخه‌ایه که میشه در موردش پیچید که درگیر این مسئولیت نشیم. خیلی ساده است آرش. ببین من به شما برمیگردم میگم شما اگر سیگار بکشی احتمال ابتلا به سرطان ریه بیشتر از آدمایی که سیگار نمیکشن، ولی این به این معنی نیست که آدمایی که سیگار نمیکشن هیچ کدومشون سرطان ریه نمیگیرن. چرا؟ بقیه آلودگی محیطی هم هست. اینا عاملای با پیشرویش رو بیشتر میکنه. اینم مثل همونه. تنها راهش همینه که شما حداقل این اتفاقات که میفته، حداقل توی این مواردی که پیش میاد، حالا من نمیگم صبح تا شب بگیریم بشین مطالعه بکنید، تو مترو همه جا کتاب بزنید به چشمتون، نه، ولی حداقل واقعا یک تایمی رو این بیسمنت های جامعه شناسی رو بخونید، بیسمنت اقتصاد رو بدونید. همیشه فکر نکن وای نه الان که این اتفاق افتاد توی دنیا اینا پشتش بودن، ایلومیناتی‌ها میخوان به ما بخورن. نه بابا، که 4 تا نظریه اقتصاد مدرن بخون، 4 تا نظریه نئولیبرالیسم رو بخون، 4 تا نظریه الوبل و جیمبل رو بخون، سوسیالیسم از کجا اومد، چی شد که اونجوری شد، چی شد که اونجوری شد، که اصلا مسیر رو بتونی تشخیص بدی. قطعی فکر نکنی همه اینا اتفاق میفته. ما مشکل اصلیمون، ما توی جامعه ایرانی مشکل اصلیمون سر این صد گنده‌ایه که داریم که احساس میکنیم ما میدونیم، همینی که میدونم کافیه، منابع دانشی من خیلی هم اکوریت و درستن، اصلا نیازی نیست تغییرش بدم. و این اصولا این افراد بیشتر در دام پذیرش و این باطلاق تئوری های توطئه میافتن. این افرادی که این مدلی فکر میکنن، بقیه افرادی که بیرن سرچ میکنن، میسنجن، بررسی میکنن، کمتر احتمال مسموم شدنشون وجود داره. مرسی. قربونت. آره واقعا سخته دیگه، واقعا سخته این تحقیقات کردن. ولی من خودم به عنوان کسی که وقت زیاد نداره و به عنوان یه ایرانی که هیچ وقت حسش نیست برای تحقیقات و کتاب خوندن، حسش ندارم. یکی از خصوصیات قضیه اینه که کاری که میکنم اینه که معمولا سعی میکنم همون نقطه اوج که گفتیم، مثلا همون لازم نیست به نظر من شخصا همیشه بری همه چیزو بخوای بری همه شواهد و مدارک رو چک کنی، واقعا نمیشه. بعضی وقتا میری سراغ یه سری اصلیا و کافیه 2-3 مورد رو پیدا میکنی، بعضی وقتا همونا کافیه که حدودا این یا نسبی بدونی چه خبره. نولان عزیزم شما نظرت چیه؟ مرسی آرش جان. من یه ابزار خیلی مختصر مفید به مخاطب بدم. ببینید وقتی صحبت یه نظریه توطئه است، پای منافع و زیانها در میانه. یعنی اون سازمان یا اون گروه یا اون افراد، هر کی که باشن، هر چیزی باشه، موضوع به هر حال به خاطر یه منفعتی یا به خاطر دفع یه ضرری دارن یه توطئه میکنن. درسته؟
حالا ما اصلا قبل از اینکه بخوایم بریم شواهد رو بررسی کنیم، نمیدونم بحثا و استدلال ها رو گوش بدیم، وقتی که نظریه توطئه مقابلمون قرار میگیره، یه ارزیابی اولیه با عقل سلیم میتوانیم داشته باشیم. بر چه اساس؟ بر اساس همین منافع و زیان ها. آیا واقعا یه 2 تا 4 تا بکنیم که آیا واقعا این ضرر و زیانی اینجا وجود داره، منافعی وجود داره که بخوام براش همچین کاری بکنن، و آیا اون کاری که ادعا میشه واقعا با اون خواست و اون ضرر به زیان و اون منافع هماهنگی داره. یه مثال ساده بزنم. مثلا فرض کنیم یک نفری میگه که با شرکت‌های داروسازی واکسن مثلا ایدز رو کشف کردن، ساختن، کشف کردن، ولی بیرون نمیدن، میخوان مثلا سودشون اینجوری حفظ بمونه، مثلا اینجوری اگه بیرون بدن ضرر میکنن. خب اینجا شما کافیه که بپرسید آقا چطوری میشه یه نفری تحقیقات بکنه، هزینه بکنه، نیرو استخدام بکنه که یه واکسن پیدا کنه، بعد اون بیرون نده چون ضرر میکنه؟ نمیشه که. این اگه بخواد اینجوری اتهام با بیرون ندادنش ضرر میکنه، شما این به نفعشه که اون واکسن رو ثبت کنه و اون واکسن رو تولید کنه، بفروشه و پول درگیره. چرا باید تبانی بکنه؟ چرا باید توطئه بکنه که یه واکسنی که داره ساخته رو بیرون نده؟ و اینجاست که ما مشکلی میخوریم. پس اصلا نیازی نیست ما بریم نمیدونم اسناد رو بررسی کنیم که ببینیم این همچین تئوری توطئه ای درسته یا نه. 2 تا سوال ساده بپرسیم که آقا چجوری این به نفعش میشه، این که بدتر به ضررشه. بعد از اینکه زمین منافع رو بررسی کردیم و دیگه آیا واقعا اون چیزی که ادعا میشه به نفع اون سازمان یا اون فرد مد نظره، مرحله بعدی چیه؟ اوکی، ما فهمیدیم برنامه این میتونه وجود داشته باشه که به نفع فلان فرد یا به نفع فلان سازمانه. حالا قدم بعدی اینه که یه 2 تا 4 تا عقلانی بکنیم که آیا واقعا اون فرد یا اون سازمان پتانسیل همچین کاری رو داره؟ خب آیا واقعا اگه بخواد این کار بکنه میتونه؟ خیلی از وقتا دوباره اینجا میبینیم که نه، اینجوری نیست. پس به طور خلاصه اول نگاه کن ببین که توی بازی منافع و توی بازی زیانها واقعا همچین چیزی با عقل سلیم جولر میاد که اینو انتقادی نگاه کن دیگه، صرفا هر چیزی که گفتن رو باور نکن. و دو این که اصلا برفرض که اون جولر بیاد، آیا واقعا چنین امکانی در واقعیت وجود داره؟ میشه که یک فردی یا یک سازمانی یک کاری رو در جهان بکنه و هیچ کس دیگه‌ای نیاد علیهش وایسه، هیچ کس دیگه اینو افشا نکنه، هیچ سازمان دیگه‌ای، هیچ دولت دیگه‌ای نیاد جلوی این وایسه؟ همچین چیزی واقعا میشه؟ خیلی وقتا اکثر این نظریات توطئه اینجوری رد میشه و نیازی نیست خیلی وقت صرفشون بکنیم. فقط کافیه که یک مقدار عاقل باشیم، یک مقدار سوال خودمون بپرسیم و زود باور نباشیم. مرسی، ممنونم. مرسی چه مسئله خوبی بود. مرسی. من یه چیزی میخوام اضافه کنم بچه در آخرش قبل اینکه بریم. یه سری اکثر این تئوری، این توطئه‌های تئوری که میبینین بیشترن، خب اکثر مردم توی اکثر دارم میگم توی اینستاگرام، شبکه‌های اجتماعی، تیک تاک اینا میبینن این چیزا رو و من میخوام برای اون نسل جوونی که این چیزا رو میبینن، من خیلی دور و برم زیادن، یعنی چیزایی برای من یه موقعی میفرستن اصلا باور نکردنی. مثلا توی کفش یه سری چیزایی جا گذاشتن که شما رو ردیابی کنن و نمیدونم پرنده هایی که پرواز میکنن توی شهر همه اسپای هستن. میدونی که یکی تئوریای خیلی پاپولار، خیلی پرطرفدار این روزا که پرنده ها همه میبینی اینا زنده نیستن، اینا همه ربات هستن و دارن ما رو چک میکنن برای هر کسی یه پرنده. خیلی باحاله این چیزا. یعنی من یه چیزی میگم، بعضی وقتا من خودم یه چیزایی میخونم، حالا در مورد هلت من خیلی کنجکاوم، در مورد سلامتی، بعد میرم میگم چی گفت، بعد اینو نخورم که بعد یه کامنت میخورم میبینم یک یارو مثلا دکتر پروفسور نوشته بابا فلان شده، چرا دروغ میگی، مثلا اینجوریه اونجوری، برید فلان چک کنید. من میگم خوب شد کامنت رو خوندم. کامنت ها رو چک کنید، تو کامنت ها معمولا نظرهای مخالف هست، بعد این آدما معمولا ببینید پیش زمینه‌شون رو میبینید آدمای درستی و یا درست گفتن. خیلی راحت خیلی وقتا با خوندن کامنت های مخالف همون گفتید وقت‌ها میشه این چیزو پیدا کرد. یه چیز دیگه هشتگ‌ها رو چک کنید، در مورد چیزی می‌خونید هشتگش رو چک کنید، داستانای دو طرف رو بشنوید که بچه‌ها گفتن و اینکه ببینید اون کسی که این چیزا رو پست میکنه پست‌های قبلیشو ببینید برای جوان‌ترا بیشتر دارم میگم. ببینید پست‌های قبلیش کامنت‌های فانوس جانم دیگه نیاز چک کنید. اگه می‌خواید همه این کارا رو نکنید، راحت باشید و دیگه لقمه آماده باشه، فانوس. بله. مرسی که همراه ما بودید. مرسی از بچه‌ها، خیلی خوب بود مثل همیشه. برنامه و موضوع عالی بودش، برنامه عالی بود.
ما رو اگه از طریق یوتیوب دنبال میکنید لطفاً سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بنویسید. اگه از کسی خوشتون نمیاد، از حرفی خوشتون نمیاد، بگید، ما میشنویم. درسته که میخندیم ولی میشنویم. بله، موفق باشید و تا برنامه بعد.